شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرحد مهمترین خبرهای امروز. منصبداران از حق خریداری منزل در خارج محروم شدند. پولک تیراندازی پایگاه نظامی 201 از کلاب به دوشنبه می‌کوچد. روسیه به سابقه‌داران جنگ تاجیکستان مقام ویتران داد. مرگ عمر علی میتواند به دشمنی تاجیکستان و روسیه آورد. شورای فدراسیون روسیه به تحقیق مرگ طفل تاجیک توجه بیشتر ظاهر می‌کند. در تاجیکستان باری نخست شهروندان را برای نگهداری ادبیات حزب ممنوع اعلان شده نهضت اسلامی به جوابگری می‌کشند. گروه جوانان برای دریافت پاسخ در نزد سفارتخانه آلمان و آمریکا در دوشنبه گردی هم آمدند. تصویب چند تغییر علاوه به قانون خدمت دولتی که یکی از مؤلفانش قهار محکمов رئیس جمهوری نخستین تاجیکستان و عضو دائمی مجلس ملی می باشد، منصبداران تاجیک را از داشتن حساب‌های بانکی، حفظ دارایی‌ها و همینطور خریدن منزل در خارج محروم کرد. این تغییر علاوه‌ها در جلسه روز 18 نوامبر مجلس نمایندگان از سوی جمعه دولتov رئیس آژانسی خدمت دولتی معرفی و بدون مخالفت زیادی وکیلان پذیرفته شد. او گفت هدف از علاوه‌ها این است که مبلغ‌ها از تاجیکستان به خارج نروند. بر اساس این تغییرات نو در حالی که خدمتچی دولتی در خارج از تاجیکستان صورت حساب بانکی و پس‌انداز داشته باشد و یا پول واسطه‌های قیمت‌بهای نقدی و مالیوی خارجی را نگاه دارد، از وظیفه‌اش برکنار خواهد شد. در برابر این به خاطر به وجود نیامدن برخورد منفیت‌ها منصبداران حق نخواهد داشت که عضو شورای سهامان و یا دیرکتوران شرکت‌های سهامی نیز باشند. غیر از این، بر اساس علاوه‌های اخیر برای خدمتچیان دولتی اشتراک در مراسم غیر خانوادگی و معرفی آنها چون منصبدار در این معرکه‌ها منع کرده شده است. بر علاوه محدودیت‌های بالا، خدمتچیان دولتی حق گرفتن تحفه‌های پولی و مالی قرض، پرداخت وقت‌کشی، استراحت و خراجات نقلیاتی را نخواهند داشت. آنها همچنین اجازه ندارند که از حساب مبلغ‌های شخصانی واقعی و حقوق به خارج از تاجیکستان سفر نمایند. تحفه‌هایی را که مقامداران هنگام برگزاری چهاربین‌های رسمی سفرهای خدمتی به مقامدارها دریافت می‌کنند، باید به دولت سپرده شوند. هیچ مقامداری در تاجیکستان تا حال وجود حساب بانکیش را در کشورهای خارج آشکار نکرده است. به فرق از دولت‌های دیگر که همساله منصبداران اعلامیه دارایی‌های خود را در جامعه آشکار می‌کنند، در تاجیکستان کمیته انداز به دلیل خصوصی بودن اعلامیه مقامدار هیچگاه دارایی آنها را آشکار نمی‌کند. از این رو پولدارای مقامدارهای تاجیک در سطح شایعه یا آوازه‌ها باقی مانده است. طبق معلومات رسمی حالا در تاجیکستان 18582 خدمتچی دولتی ثبت شدند. معاش آنها به سابقه کاری، خدمت دولتی و کاتگوری کارشان وابسته بوده به حساب میانه 1065 سامانی است و برای این سوال از رهبران اداره‌های دولتی پرسیده شده است که منصبداران تاجیک با تقریباً 200 و وزیران تاجیک با حدود $500 معاش چگونه صاحب منزل‌های با هرشمت و ماشین‌های گرانبها شدند. برخی از آنها گفتند که به خدمتچیان دولتی این ماشین و خانه‌ها را خویشاوندان نزدیک تاجر یا مهاجرشان هدیه کردند. پولک 149 پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان از ولایت ختلون به شهر دوشنبه و گرد و اطراف پایتخت و مشگاه لاهور کوچانیده می شود. یاروسلاو راشوبکین، یاور فرمانده ارتش حفظه مرکزی حربی، در این رابطه گفته است پس از کوچانیده شدن پولک شماره هیئت شخصی و وظیفه‌های آنها تغییر نمی‌یابند. از 3 انشاءات نظامی روسیه در منطقه تاجیکستان 2 انشاءات، پولک موتوراننده شده قرغان‌تپه و مرکز اپتیکی و الکترونی اکنای کاشان‌های کیهانی باقی می‌مانند. کوچانیده شدن پولک به وزارت مدافعه تاجیکستان موافقه شده طبق نقشه صورت می‌گیرد. هدف از آن بلند برداشتن سطح آماده‌باشی جنگی و تقویت امکانات نیروی جنگی این واحد حربی است. شهرک نظامی در شهر کولاب به اختیار مقامات حاکمیت تاجیکستان سپرده می‌شود. خبر داده است یاروسلاو راشوبکین. پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان انشاءات بزرگترین حربی در خارج این کشور می باشد. دوام سال 2015 مشاوران روسیه برای ارتش تاجیکستان بیش از 1000 نفر متخصصان آماده نمودند. ماه سپتامبر به امکانات پایگاه با گروه چرخبالای می 8 و می 24 مستقر در فرودگاه نظامی عینی در 30 کیلومتری دوشنبه تقویت بخشیده شد. سازشنامه‌ای که ماه اکتبر سال 2012 به امضا رسید و حضور این پایگاه در تاجیکستان حداقل تا سال 2042 امکان می دهد.
در همین حال دومای دولتی روسیه دیروز در قرائت دوم یک بسته تغییرات به قانون وتران‌ها را تصویب می‌کند. این قانون به آن نظامی‌های روسیه که سال‌های 1992 از 1997 در سال‌های جنگ شهروندی تاجیکستان در قلمرو این کشور ایفای وظیفه می‌کردند رسما مقام وتران جنگ می‌دهد. بر اساس این قانون آن نظامی‌های روسیه که فعلا در سوریه در عملیات جنگی شرکت دارند نیز می‌توانند مقام وتران جنگی را به دست بیارند. این بسته تغییرات را به دومای دولتی فراکسیای حزب حاکم یدینای روسیه واحد پیشنهاد کرده شد. یکی از تشبثکاران به حیث وتران جنگ اعتراف کردن سابقه داران عملیات جنگی از روسیه وکیل الکساندر هینشتین در روسیه شام 18 نوامبر گفته است اعتراف تقریبا 23500 نفر که در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان در آن کشور ادای خدمت نظامی می‌کردند بی‌عدالتی فعلا وجود داشته را در قبال این هزاران نفر از بین می‌برد. او گفت این مردم تا حال رسما وتران اعتراف نمی‌شدند چون که روسیه رسما در عملیات‌های جنگی در تاجیکستان شرکت نمی‌کرد. تمام نظامی‌هایی که از روسیه به آنجا فرستاده می‌شدند رسما برای اجرای وظیفه‌های دیگر و هدفات حمایت از صلح سفربر می‌شدند. نه در سندها، نه در بلیط‌های حربی و نه در پرونده‌های شخصی این افراد تعبیر عملیات‌های جنگی استفاده نشده است. در نتیجه از 23500 شرکت کننده عملیات‌های جنگی در تاجیکستان تنها کمتر از 1000 نفر توانستند مقام وتران بگیرند. اشتراکچیان جنگ شهروندی تاجیکستان در روسیه در حال حق دریافت مقام رسمی وتران جنگ را به دست آوردند که در روسیه و در تاجیکستان نظرها به نقش نیروهای روسیه در جنگ سال‌های 1992-1997 زیاد و نقیض است. برخی ارتش روسیه را به دخالت در جنگ تاجیکستان و حمایت از یکی از طرف‌های درگیر و برخی دیگر حتی به تامین هر دو طرف مقابل با سلاح ابدار می‌کنند. جنگ 5 ساله شهروندی در تاجیکستان بنا به آمار رسمی تا 150,000 کشته به جا گذاشته باعث بیخانه و در شدن تا 1 میلیون نفر شده بود. مالی 5 سال جنگی شهروندی بیش از 10 میلیارد دلار رقم زده می شود. در جلسه روز 18 نوامبر شورای فدراسیای روسیه سناتور النا میزولینا بررسی مسئله درباره قضیه مرگ طفل زرینا یونوسووا را پیشنهاد نموده اظهار کرده است که او شخصا رفت تفتیش این حادثه را پیگیری نموده از نتیجه آن سناتورها را در جریان میگذارد. بنا به اطلاع سامانه رسمی پالاتای بالای پارلمان روسیه سناتور خاطررسان نموده است که بنا بر سبب غیرقانونی در قلمرو روسیه قرار داشتن مادر طفل او را از دست مادرش گرفته صرف نظر اعتراض نزدیکانش همچون بی‌پرستار ثبت و به مرکز برقرارسازی کودکان فرستاده‌اند که در آنجا کودک هلاک شد. به عوض چه کودک هلاک شد؟ برای نقض قانونگذاری مهاجرت از جانب مادرش یا عملهای نامطلوب منصبداران از روی این دلیل پرونده جنایی باز شده است، ولی بعضی حالتها ناروشن بوده مناسبت جدی به این حادثه را تقاضا می‌کند. ابراز داشته است سناتور النا میزولینا بار دیگر تاکید داشته است که کودک را از مادرش برای دلیل در قید موقتی قرار نداشتن او گرفتند و این در حالی است که در کدکس عالیه روسیه چنین اساس برای از عائله نگرفتن کودک پیش بینی شده است. در سندهای گرفتن کودک معلوماتی بر دروغ داده شده است. قید گردیده است که کودک نمایندگان قانونی نداشت. در همین حال او با مادر و پدرش که موقتا در قید است و مادرکلان دائما در سنت پترزبورگ اقامت داشته زندگی میکرد. جسد طفل بعد 4 روز داده شد. زرینا یونوسووا و پدر کودک جبر دیده اعتراف نشدند و 16 نوامبر زرینا از کشور خارج کرده شد. مقام جبر دیده به او امکان میداد که تا انجام تفتیشات و حتی مرافعه سودی در روسیه قرار داشته باشد. از عائله کودک عرض پرسیده شد و مادرش حداقل خدمتگزاری روانشناسان پیشنهاد نشده است. تأسف آور است که ما همیشه به دیگر کشورها مناسبت غمخوارانه و احتیاطکارانه به کودکان ما را طلب میکنیم، ولی در قلمرو خود برای دادن چنین حادثه ها را میدیم. منصبدارانی که برای دادن این فاجعه اختیاراً یا غیر اختیاراً دست دارند بدون مجازات باقی مانده باور دارند که به روسیه خدمت میکنند، ولی من بر این باورم که چنین تلاش خدمتی قادر است و به دولت ما با آبرو و نفوذ آن زیان اصلاح ناپذیر آورده دوستان ما را به دشمنان تبدیل می‌دهد. گفتنیم که هیچ یک قانون رحمدلی، همدردی، انسانگری، نیکی و مهربانی و با وجدان بودن صرف نظر می‌کند. همچنین تأسف آور است که همه این عملات در پرتو تلاش‌های بی‌سابقه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، شورای فدراسیه و شخصا رئیس آن والنتینا ماتوینکا جهت در روسیه فراهم آوردن شرایط زندگی براحت و بی‌خطر در روسیه برای کودکان صورت می‌گیرد. نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در روسیه محمد ایگمزاد امروز در مسکو گفت افراد گوناگون در مرگ طفل 5 ماهه تاجیک عمر علی نظروف باید صرف نظر از آنکه در تن فرمای پلیس یا خیلات طبیبی داشتند با تمام قطعیت قانون جزا داده شوند. محمد ایگمزاد این حرفا را در یک نشست خبری در خبرگزاری رگنوم بیان کرده است. در این نشست همچنین حامیان حقوق و طبیبانی که فرضیه رسمی علت مرگ عمر علی نظروف را زیر شبهه گذاشتند نیز شرکت دارند. موضوع نشست موردهای مرگ‌های مرموز کودکان خردسال در بازداشتگاه‌ها است و یک بخش اساسیش به قضیه مرگ طفل تاجیک در شهر سنت پترزبورگ بخشیده شده است.
یادرس میکنیم که رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان محمد سعید عبیداللهیف ضمن ملاقات روز 12 نوامبر با هیئت شورای فدراسیون روسیه در دوشنبه از آنها دعوت کرد که در تفتیش مرگ شهروند 5 ماهه تاجیکستان عمرعلی نظرف در شهر سنت پترزبورگ در دوره احترام با ارزش عمومی انسانی مساعدت نمایند. در تاجیکستان بار اول است که شهروندان را با حیب نگهداری ادبیات حزب ممنوع اعلان شده نهضت اسلامی به جوابگویی میکشند. مقامات امور داخلی تاجیکستان نادرخان صمدов ساکن 51 ساله ناحیه یاوان را در تعلیمات غیرقانونی دینی، بسیارنکاهی و نگهداری ادبیات حزب ممنوع هنیت عیبدار میکنند. طبق اطلاع وزارت امور داخلی ضمن کارهای تفتیشاتی معین شده است که صمدов در یگان مؤسسه تعلیمی دینی تحصیل نکرده است، اما نورسان را هر صبح و شام در مسجد مرکزی ناحیه یاوان به تعلیم غیرقانونی دینی جلب کرده است. مقامات اینچنین صمدов را در دوزنگی متهم کرده احضار میکنند که یکی از زنهایش در تلاش کمک به شوهر قسمی از ادبیات حزب ممنوع اعلان شده نهضت اسلامی را آتش زده است. در این ساختار قید کردند که فعلا تفتیش پرونده جنایی با اتهام بسیارنکاهی و تعلیمات غیرقانونی علیه صمدов ادامه دارد. همزمان در دوشنبه یک گروه جوانان تاجیک آخر ماه اکتبر با برگزاری یک جمع در تالار دانشگاه ملی تاجیکستان از مقامات آمریکا و اروپا محکومسازی عبدالملک عبداللهجانov، داداجان عطاالله و محیدین کبیری را طلب کرده بودند. برای دریافت پاسخ در نزد سفارت‌های آلمان و آمریکا در دوشنبه گردی هم آمدند. اصلی خوشوقتov یکی از این جوانان امروز با خبرگزاری آزادگان در تماس شده احضار داشته است که مسئولین سفارت آلمان در نزد جوانان جمع آمده برآمده احضار داشتند که سفیر فعلا در آلمان است و پاسخ رسمی اولی ماه دکبر در حضور خبرنگاران به این گروه اجازت خواهد شد. خوشوقتov افزوده است که فعلا جوانان در راه به سوی سفارت آمریکا قرار دارند و افزوده است که در مجموع شماره گردی آمدگان 400 نفر است ولی در نزد سفارت آمریکا 6-7 نفر جمع می شوند. قبلا 27 اکتبر گروه جوانان از عبدالملک عبداللهجان سابق سروزیر و نامزد به پرزیدنت تاجیکستان محیدین کبیری رئیس هنیت حزب ممنوع در تاجیکستان و داداجان عطاالله رهبران حرکت وطندار را جنایتکارهای خواندند که در کشورهای اروپا و آمریکا پناه یافتند. این گروه جوانان از اروپا و آمریکا مجازات افراد ذکر شده را طلب کردند چون به گفته آنها کبیری، عطاالله و عبداللهجانov به اغوا انگیزی مشغول بوده قصد ناامنی در تاجیکستان را دارند. بینندگان گرامی، این بود چه خبرهای امروز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خداحافظ.